سلام، من مصطفی هستم. یه ویدیو میخوایم براتون داشته باشیم با موضوع کوره القایی. میخوام در ابتدا توضیح بدم که کوره القایی چیه و کاربردش چیه. کوره القایی ماژولیه که برای ذوب کردن، حرارت دادن و نرم کردن فلزات ازش استفاده میشه. برای کوره القایی ما یک ماژول کوره القایی نیاز داریم، یک کویل یا سیمپیچ نیاز داریم، منبع تغذیه نیاز داریم که این ماژول رو راه اندازی کنه. اگه بخوام خیلی ساده ماژول رو بهتون معرفی کنم، این ماژول یکی از کوچکترین، مقرون به صرفه ترین و بهترین ماژول های موجود در بازار. واسه ساخت این ماژول مهمترین قطعه این برده که شامل مشخصاتی مثل ولتاژ 5 تا 12 ولت، حداکثر توان 120 وات، جریان نامی 1.5 آمپر و حداکثر جریان مصرفی در حدود 10 آمپره. همه ماژول‌های کوره القایی از یک مدار LC تشکیل شدن که جریان متناوب رو به سیمپیچ میدن. زمانی که ما یک فلز رو در داخل سیمپیچ قرار میدیم، میدان مغناطیسی ایجاد شده در سیمپیچ باعث گرم شدن فلز میشه و کوره القایی شروع به کار میکنه. خب بریم سراغ راه اندازی این ماژول. این ماژول یه ترمینال ورودی داره و یه ترمینال خروجی. همونطور که در ابتدا بهتون توضیح دادم، ولتاژ کاری این ماژول بین 5 تا 12 ولته. فقط این نکته رو باید توجه داشته باشین که اگر بخواید از حداکثر توان این ماژول استفاده کنید، حتما باید با ولتاژ 12 ولت کار بکنید. نکته بعدی که حتما باید رعایت کنید اینه که مثبت و منفی این ماژول رو باید به درستی متصل کنید و در بخش دیگه این ماژول سیمپیچ یا کویل رو باید به درستی به ترمینال ها متصل کنید. حالا کویل یا سیمپیچ رو به ترمینال ستایی، به ترمینال اول و آخریش به سادگی متصل میکنیم و پیچای ترمینال رو صفر میکنیم. حالا فقط کافیه که منبع تغذیه‌مون رو متصل کنیم. ما در اینجا از یک منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر واسه راه اندازی این ماژول استفاده میکنم. مجددا تاکید میکنم که مثبت رو به مثبت و منفی رو به منفی به درستی متصل کنیم. خب حالا بریم سراغ تست این ماژول. وسیله دم دستی که ما اینجا داشتیم یه سنجاق قفلیه. میخوایم این فلز رو به سرعت و با حرارت بالا ذوبش کنیم. واسه اینکه بهمون آسیب نرسه من از یک کفچین استفاده کردم و فلز رو داخل کویل قرار میدم. همونجور که مشاهده میکنید خیلی سریع این سنجاق قفلی گداخته شده و واسه تست من میتونم از یک روغن لحیم هم استفاده کنم که شما مشاهده کنید که این سنجاق قفلی چقدر گرم شده. خب یه نکته مهم این که اگر من یه جسم غیر فلزی رو در داخل کویل قرار بدم مثل این لوله خودکار، هیچ اتفاقی براش نمیفته. بریم با هم تست کنیم. همونطور که میبینید لوله خودکار گرم نشده و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاد. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اینکه تنوعی از انواع ماژول‌های کوره القایی از این سایز تا این سایز رو میتونید از وبسایت ولتاتک تهیه کنید. تا ویدیوی دیگر بدرود.